فکر کن اگه بهت بگم بعضی از باورها که سالها درباره رابطه جنسی شنیدی نه تنها اشتباه است، بلکه میتونن آرام آرام رابطت رو خراب کنن. باورت میشه؟ خیلی از زوجها اصلا مشکل اصلیشون رابطه جنسی نیست. مشکل باورهای اشتباهی که سالها بدون اینکه سوالش کنن قبولش کردن. امشب قرار 10 مورد از باورها را با هم بررسی کنیم و باور شماره 1 که خیلی ها هیچ وقت انتظارش رو ندارن. شماره 10: اگر میل جنسی کم شود یعنی عشق تمام شده. این یکی از بزرگترین سوء تفاهم هاست. واقعیت اینه که مغز انسان وقتی درگیر استرس، نگرانی، فشار مالی، کمخوابی یا مشکلات روزمره می شود، اولین چیزی که تحت تاثیر قرار می گیره میل جنسیه. پس کم شدن میل جنسی به معنای از بین رفتن عشق نیست. شماره 9: مردها همیشه آماده رابطه جنسی هستن. این تصویر سالهاست تکرار شده، اما حقیقت اینه که مردها هم احساسات دارن. خسته میشن، مضطرب میشن و گاهی از نظر روانی تحت فشار قرار میگیرن. میل جنسی مردها هم میتونه کم یا زیاد بشه و این کاملا طبیعی است. شماره 8: زنها میل جنسی کمتری دارن. نه همیشه. میل جنسی یک ویژگی کاملا فردیه. برای بعضی ها بیشتره، برای بعضی ها کمتره. سلامت روان، کیفیت رابطه، استرس، خواب و سبک زندگی معمولا تأثیر بیشتری از جنسیت دارن. شماره 7: اگه عاشق هم باشید لازم نیست درباره رابطه جنسی حرف بزنید. اینجا دقیقاً جایی که خیلی از رابطه ها آسیب میبینن. هیچ کس ذهن خوان نیست. زوجهایی که درباره خواسته ها و احساسات و مرزهای خودشون با احترام صحبت میکنن معمولا صمیمیت بیشتری هم تجربه میکنن. شماره 6: رابطه جنسی خوب خودش اتفاق میفته. نه، صمیمیت هم مثل اعتماد ساخته میشه، با گفتگو، با توجه، با شناخت بیشتر از هم دیگه. شماره 5: بعد از ازدواج همه چیز خود به خود حل میشه. خیلی ها با این تصور ازدواج میکنن، اما ازدواج مشکلات حل نشده را جادویی از بین نمیبره. اگر ارتباط عاطفی و گفتگو ضعیف باشه، معمولا بعد از ازدواج هم مشکلات باقی میمونه. شماره 4: اختلاف میل جنسی یعنی این دو نفر به درد هم نمیخورن. تقریبا هیچ زوجی نیست که همیشه میل جنسی کاملا یکسانی داشته باشن. مهم اینه که بتونن درباره این تفاوت‌ها بدون سرزنش و بدون قضاوت صحبت کنن و راه حل مشترک پیدا کنن. شماره 3: فیلم‌های پر واقعیت رابطه رو نشون میدن. بیشتر این محتواها برای سرگرمی ساخته میشن، نه آموزش. اگر کسی رابطه واقعی را با آنها مقایسه کند، ممکن است انتظارات غیر واقع بینانه پیدا کند که به صمیمیت و رضایت هر دو آسیب بزند. شماره 2: اگر مشکلی در رابطه جنسی وجود داشته باشد یعنی دیگر دیر شده است. خوشبختانه این هم درست نیست. خیلی از مشکلات با گفتگو، آموزش و در صورت نیاز کمک گرفتن از متخصص قابل مدیریت یا درمان است. و اما شماره 1: رابطه جنسی فقط یک نیاز جسمیه. شاید این بزرگترین باور غلط باشه. برای خیلی از آدم‌ها رابطه جنسی فقط تماس جسمی نیست. احساس امنیت، اعتماد، صمیمیت، دیده شدن و دوست داشته شدن همگی میتونن بخشی از این تجربه باشن. وقتی این بخش‌های عاطفی آسیب ببینن، معمولاً کیفیت رابطه جنسی هم تحت تاثیر قرار میگیره. شاید به همین دلیله که بعضی از زوجها با وجود
ظاهر یک زندگی از درون احساس فاصله میکنن. حالا نوبت شماست. به نظر شما کدام یک از این باورها از همه رایج تره؟ شاید خودت سالها یکی از این رابطه ها رو باور داشتی. توی کامنت ها برام بنویس. اگر به موضوعات روانشناسی، رابطه، ازدواج و سکس تراپی علاقه داری، کانال رو سابسکرایب کن، چون ویدیوهای بعدی با زبان ساده بر پایه روانشناسی سراغ موضوعاتی میریم که خیلی ها دربارشون سوال دارن اما کمتر کسی دربارشون رو صحبت میکنه.